بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. وقتی که زمین با همان زلزله شدید خود روبرو شود و زمین گرانباری های خود را بیرون افکند به گونه‌ای که انسان بگوید زمین را چی شده است، در آن روز زمین خبرهای خود را بیان می کند به سبب آن که پروردگار تو به آن امر کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز دسته دسته از مردم به گونه متمایز و جدا شده به راه می افتند. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. پس هر که به وزن ذره خوبی کرده باشد آن را می بیند. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. و هر که به وزن ذره بدی کرده باشد نیز آن را می بیند.